به دلیل اینکه عده‌ای از عزیزانی که از روانکوک استفاده کردن، مخصوصا دوستانی که در خارج از کشور زندگی میکنن، درخواست کردن که توضیحات کاملتری در قالب ویدئو خدمتشون ارائه بدم. تصمیم گرفتم که چند تا ویدئو تهیه کنم که توی اونا روش استفاده کوک و همچنین سیم انداختن روانکوک رو توضیح بدم که البته در آینده برای بقیه اختراعاتم هم این کار رو انجام خواهم داد و جا داره که اینجا از همه عزیزانی که در راه تولید و معرفی روانکوک من رو یاری کردن تشکر و قدردانی کنم و بگم که خوشحالم که با کمک شماها باری از روی دوش سنتور این ساز کهن و شیرین ما ایرانی ها برداشته شد. سازی که همه ما بهش عشق می‌ورزیم و هدفمون رشد و پیشرفت اونه، چون این کار باعث میشه که دیگه بچه‌های آینده ایران لازم نباشه وقت عزیزشون رو به پای کوک سنتور هدر بدن و نیروشون رو بیشتر روی یادگیری و نوازندگی سنتور بذارن و خیلی زود بتونن خودشون سازشون رو کوک کنن و کوک نگه دارن. و امیدوارم که اساتید و مدرسان عزیز سنتور هم طبق رسالتی که در قبال هنرجو دارن به دور از تعصب هنرجو را از دستاوردهای جدیدی که توی صنعت سازسازی ما اتفاق میفته آگاه کنن تا اونا مجبور نباشن مثل نسل ماها و گذشتگان ما وقت و نیروشون رو روی مسائلی مثل کوک هدر بدن. برای اینکه دنیای بهتری داشته باشیم لازم نیست با تغییرات خیلی بزرگ شروع کنیم. دنیای ما با تغییرات خیلی کوچیک به تکامل امروزی رسیده. پس ما دنیامون رو تغییر میدیم، حتی اگه از کلاف سمت راستی سنتورمون شروع بشه. شاد و پیروز باشید.